كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. بهترین شخص کیست؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: برای مسلمان اجازت نیست که بیش از 3 روز با برادرش قهری باشد و بهترین از آنها شخصی است که اولین شده به برادرش سلام بدهد. روایت بخاری و مسلم. دین اسلام با تعلیمات بزرگ و جهان بخشش دوستی و برادری و همزیستی و همدیگر فهمی را در جامعه مسلمانی و جهانی جاری می سازد. هر یک مسلمان باید قلب وسیع و فراخ داشته باشد. هنگامی که از طرف یگان برادر مسلمانش اذیتی به او برسد، نسبت همان برادرش کینه و بدبینی در دل جای ندهد و از او روی نگرداند. در چنین حالت بهترین آن 2 نفری که با هم قهری هستند همان است که کبرش را شکسته اولین شده سلام داده با برادرش آشتی بکند. پس برادر و خواهر عزیزم، اگر با کسی قهری باشی و بخواهی که از بهترین ها بشوی، کبر خود را شکسته رفته به او سلام داده با او آشتی بکن. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.